خود را به محل ساخت و ساز برساند. مورچه‌های کارگر از بدن خود برای ساخت پلی زنده بین برگ‌ها استفاده می‌کنند و دیگر مورچه‌ها را قادر می‌سازند به سرعت خودشان را به محل ساخت و ساز برسانند. و این مورچه کارگر همراه با کرم حشره از پل عبور می کند. وقتی این مورچه به محل اتصال برگ‌ها به یکدیگر میرسد، با سر خود به کرم حشره ضربه میزند که باعث تولید ابریشم می شود. این مورچه کارگر از کرم